های درود. امروز قراره که با هم دیگه غیبت کنیم. چیزایی که مردم اومدن نوشتن از عجیب ترین فرست دیتاشون، یعنی قرار اولاشون تو ردیت. بچه واقعا چیزای عجیبی بودش، ولی من چیکار کردم؟ من خودم هم نیومدم بخونم. خب اومدم لینکشو فرستادم برای یکی از دوستان و گفتم که از اینا جدا کن و برام بفرست. یکیشو دروغ نگم خوندم چون خیلی جالب بود و اینو جدا فرستام و گفتم که اینو حتما میخوام، ولی بعدش لینکو فرستام و دوستم و گفتم که بجز این یکی بقیه رو برام بفرست. من میخوام بخونم و با هم دیگه دفعه اولمون باشم. این چی میگم که برای خودم یه هیجانی داشته باشه، نه اینکه بیام اینجا فقط بشینم بخونم و اینا. نه. خب بریم که شروع کنیم. اولیش، یه روز من با پسری که آنلاین با هم آشنا شده بودیم اولین قرارمو گذاشتم. چند هفته پیام میدادیم تا تصمیم گرفتیم که حضوری همدیگر رو ملاقات کنیم. وقتی همدیگر رو دیدیم بلافاصله ازم خواست که بهش در انجام لباسشویی بهش کمک کنم. خیلی گیج شدم. ما هم گیج شدیم. گفت من باید لباس بشورم، ولی از اینکه تنهایی این کار رو انجام بدم متنفرم. میشه با من بیای تا کمک کنی؟ منم گفتم باشه فکر کنم. فکر کردم یه مقدار عجیبه ولی نمیخواستم بیادب به نظر برسم، به خاطر من قبول کردم. در نهایت با آپارتمانش رفتیم و اون یه بار لباس رو انداخت توی ماشین در حالی که من تنها به طور ناراحت کننده ایستاده بودم. بعد از اون باقی شب رو با هم در سکوت کامل لباسا رو تا کردیم. خیلی ناراحت کننده بود چون زیاد حرف نمیزدیم و نمیدونستم که چطوری باید وضعیت رو کمتر عجیب کنم. یادم میاد که حس میکردم کاملا توی جای نادرستیم. خب معلومه که تو جای نادرستی بودی، اصلا یه بهونه‌ای در میآوردی میرفتی دیگه. انگار چیزی رو داشتیم انجام میدادیم که نباید در اولین قرار انجام میدادیم. تمام مدت سعی میکرد که گفتگوهای عادی را بندازه ولی من نمیدونستم چطوری جواب بدم. یه بارم ازم خواست که میخوای با من جورابامو تا کنی و با من فکر میکردم که الان واقعا داریم این کارو میکنیم. ولی آخر شب خیلی راحت شدم که تموم شد. اونم راحت شده که تموم شده لباساش دیگه براش مهم نبوده به نظرم. حالا که بهش فکر میکنم هنوز باورم نمیشه که اون اولین قرار من بود. هیچ وقت همچین چیز عجیبی و ناراحت کننده‌ای برام اتفاق نیفتاده بود. راستشو بخواین ما هیچ وقت دوباره قرار نذاشتیم، ولی قطعا این تجربه رو فراموش نمی‌کنم. معلومه که دوباره قرار نذاشتیم، معلومه که دیگه فراموش نمی‌کنم. اصلا من اونی که خوندم تازه به اندازه این عجیب نبودش. اصلا هیچ حرفی ندارم در قبالش بزنم، ولی مطمئنم که اصلا پسرم کل هدفش از قرار این بوده که بیاد و لباسا رو یکی رو بیاره کمکش کنه. این چی میگم؟ یعنی 100% اصلا من که فکر میکنم پسره هم دیگه نخواسته قرار بذاره، مثلا دنبال تومه بعدی، دختر بعدی رو بیارم دیگه برای جاروته. دومی، من اولین قرارم با کسی گذاشتم که از طریق یه دوست مشترک با هم آشنا شده بودیم. زیاد همدیگر رو نمیشناختیم، ولی اون از من خواست که قرار بذاریم و من فکر کردم که این قرار عاشقانه است. تو پرانتز نوشته که اون موقع نمیدونستم که خواهر بهترین دوستمه. وقتی رسیم تعجب کردم که دیدم بهترین دوستم با خواهرش اونجا نشسته. ظاهرا اون فکر کرده بود که این قرار گروهی بوده و برادرش هم دعوت کرده بود. خیلی ناراحت کننده بود. هیچ ایده‌ای نداشتم که چی داره اتفاق میفته. در نهایت شام با برادرش خوردیم و به جای اینکه قرار رمانتیک داشته باشیم کلش هم خیلی عجیب بود. در نهایت شام و برادرش خوردیم به جای اینکه قرار رمانتیک داشته باشیم. کل شب خیلی عجیب بود چون نمیدونستم هنوز این قرار عاشقانه است یا اینکه تبدیل به یه دوره همی معمولی شده. تمام مدت داشتم تلاش میکردم که بفهمم چطوری باید با این وضعیت کنار بیام. نمیخواستم بیادب به نظر برسم، پس باهاش پیش رفتم، ولی راستش این عجیب ترین اولین قراری بود که تا به حال داشتم. اینکه تا آخرین لحظه فکر کرده که
یعنی داره توضیح میده که این اولین قراری بود. توی ترجمهش فرست دیت بوده به احتمال 99%. اینکه هنوز داره اینو به عنوان فرست دیت و اولین قرار میگه جالبه، چون این اصلا به نظر من قرار نبوده. صرفا خواهرش خواسته با دوست برادرش و برادرش عملا یه حالت اکیپتور وقت بگذرونن دیگه. همین. سومی، من اولین قرارمو با پسر داشتم که منو به مزرعه خانواده‌اش برد. اون گفت که خیلی باحال میشه که با هم سیب بچینیم. منم فکر کردم که این قرار ساده و شیرینه. اما وقتی رسیدیم خانواده‌اش ما رو به کار انداختن. شروع کردیم به چیدن سیب، مرتب کردنشون و حتی به حیوونا غذا دادیم. تمام بعد از ظهر رو مشغول کار در مزرعه بودم و اصلا نتونستیم زیاد صحبت کنیم. واقعا خیلی عجیب بود. اصلا انتظار نداشتم به جای لذت بردن از زمان با هم اینطوری ازم کار بکشن. میدونین چی شده؟ فکر کنم اینا مثلا برای یه محلی هن که پسراشون مثلا تصمیم میگیرن دختر رو ببرن و کاراشون رو براشون انجام بده، کار شخصیشونو یا خانوادگیشونو. چطور آخه ممکنه؟ بعد چرا نمیرن اینا؟ چرا تا آخرین لحظه وای میستن؟ من سوالم اینه، مثلا اون که وایستاده تا اینکه جوراب طرفم تا کرده. پنجمی، با یه پسر تو اپلیکیشن دوستیابی مچ شدم و اون منو دعوت کرد که بیام خونهشون تا فیلم ببینیم. یکم کلیشه‌ای بود ولی گفتم امتحانش میکنم. وقتی رسیدم دیدم چراغا خیلی کم نور بودن، یه جوری که انگار وارد صحنه یه فیلم ترسناک شدم. منو برد به اتاق نشیمن، جایی که فقط یه کاناپه چرمی مشکوک بود و یه شمع روشن و یه دوربین بزرگ روی سه‌پایه که دقیقاً به سمت کاناپه تنظیم شده بود. من اصلا نمیدونم بچه‌ها، اصلا این خاطر شاید نداشته باشیم. نمیدونم داره به کجا دیگه میره، شاید نداشته باشیم اشاره. ازش پرسیدم که دوربینه برای چیه و اون خیلی جدی گفت نگران نباش، من دوست دارم قرارامو ضبط کنم واسه خاطره. من یه خنده عصبی کردم، فکرم شوخی میکنه ولی شوخی نبود. واقعا سعی کرد دوربین رو روشن کنه و گفت فقط طبیعی رفتار کن. آخه این خود آدم طبیعی نبوده، این بنده خود چه طبیعی رفتار کنه؟ من چنان سریع از اونجا فرار کردم که فکر کنم رکورد 2 سرعت شخصیمو شکستم. آفرین بهت. تقریبا مطمئنم داشتم وارد یه مستند جنایی می شدم. اصلا ببین حتی که بگیم طرف نمیخواسته بکشتت، بازم اصلا خیلی ترسنه. اصلا طرف چه سایکویه نمیدونم. پنجمی، منو برای اولین قرار به یه رستوران خیلی لوکس دعوت کرد. کلی آماده شدم، کفش پاشنه بلند، آرایش، همه چی. وقتی نشستیم منو خواستم و اون لبخند زد و گفت غذا لازم نداریم. فکرم شاید از قبل یه غذای خاص سفارش داده. بعدش گفت من معتقدم غذا یه ساخت ذهنیه. امشب با ذهنمون شام میخوریم. چی؟ چشماشو بست، دستاشو بالای میز تکون داد و گفت بهترین استیک دنیا رو تصور کن با پوره سیب زمینی و ترافل کنارش. راستش اول فکرم یه جور اجرای هنری عجیبه، ولی نه، اون واقعا یه غذای نامرئی و کامل خورد با چاقو و چنگال و همه چی. من فقط زل زده بودم بهش در حالی که با خودش میگفت اوه این ادویه‌اش بی‌نظیره. مطمئنم که پول اون رستوران نداشته و اصلا هیچ مشکلی نداره بچه پول اون رستوران نداشته باشه. ولی خب نبرش اونجا، آقا دعوتش کن قهوه بخورین، اصلا برین یه پارک بشین، اگه شهرتون ساحل داره برین لب ساحل بشینین. من یه برگر واقعی سفارش دادم بعد از اینکه سعی کرد با یه لیوان خالی خیالی شراب با هم بزنیم، یعنی با هم اینجوری سلامتی بزنیم، بلند شدم و رفتم. بعدی برای قرار اول سگش رو آورد. اولش مشکلی نداشتم، رفتیم پارک و سگش به نظر عادی می رسید تا اینکه نشستیم. اون وقت بود که سگش یه ناله عمیق و تهدیدآمیز کرد. دختره خیلی جدی به سگش نگاه کرد و گفت اوه نه
اون هیچ وقت غر نمیزنه مگر اینکه قرار باشه اتفاق خیلی بدی بیفته. سعی کردم قضیه رو با شوخی رد کنم ولی اون خم شد و با صدای آرومی گفت آخرین باری که اینجوری غر زد دوست پسر قبلیم تصادف کرد و مرد. همون لحظه پا شدم و رفتم بدون هیچ حرفی. حداقل میدونیم این تصادف نکرده و نمرده. اصلا من اینکه هیچ حرفی ندارم بزنم. به این بعدی با یه پسر آشنا شدم که کاملا نرمال به نظر میرسید. قد بلند، خوش برخورد، اهل کتاب. بچه‌ها به نظرم واقعا پسرایی که اهل کتابن خیلی جذاب میتونن باشن. شایدم برای من اینجوریه، میگم مثلا فکر کنم کسی که کتاب نخونه به نظرش حتما خیلی بورینگ باشن، خیلی حوصله سربر باشن. در کل فکر کنم که نقاط مشترک با یکی داشتن جالب باشن. قرار قهوه گذاشتیم و اوضاع خیلی خوب پیش میرفت تا اینکه خیلی عادی گفت هنوز با نامزد قبلیش در ارتباطه. ای پدستک. پرسیدم چجوری و گفت اون 3 سال پیش مرده. آره دیگه. گفت اون 3 سال پیش مرده ولی بعضی شبا بهم سر میزنه. عصبانی نیست، فقط دلتنگمه. فکرم شوخی میکنه ولی خیلی جدی و طبیعی دربارش حرف میزد. حتی گفت که بعضی وقتا توی آپارتمانش چیزا رو جابجا میکنه تا بهش یادآوری کنه که هنوز داره نگاش میکنه. من پول قهوه‌مو دادم و با سرعت از اونجا زدم بیرون. کار درستی کردی، حالا نمیدونم ولی در کل اینکه رفتی به نظرم در نهایت کار درستیه. بعدی باش توی یه اپ دوستیابی آشنا شدم. خیلی زود با هم جور شدیم و خیلی به چیزای گوتیک علاقه داشت که به نظر جالب می اومد. اولین قرارمون توی یه بار تاریک و هنری بود و همه چی خوب پیش می رفت تا اینکه وسط نوشیدنیش یهو خم شد سمت من و گفت فکر میکنم میتونم بهت اعتماد کنم، باید یه چیزی رو بهت بگم. گفتم باشه بگو. نگام کرد و مستقیم تو چشمام گفت من یه خوناشامم. واقعا خون میخورم ولی فقط به صورت اخلاقی. من خندیدم. اشتباه بزرگی بود. خیلی ناراحت شد و از تو کیفش یه شیشه کوچیک در آورد پر از یه مایع قرمز تیره. آروم گفت این از اهدا کنندمه. من اصلا هنگ کرد مغزم. من هیچ وقت از کسی که نخواد خون بده خون نمیگیرم. من همینطوری خشکم زده بود، نمیدونستم جدی داره میگه فقط زیادی تو نقشش فرو رفته. بعد شیشه رو به طرفم گرفت و گفت فقط یه قطره. توی روحت حسش میکنی. هم خواسته بده این بخوره تازه. من با سرعتی از اونجا زدم بیرون که حتی کتمو جا گذاشتم. خب تو فکر کتو جا گذاشتی، من بودم روحم هم جا میذاشتم. ولی نمیدونم حالا اینو واقعیه یا نه، ولی من شنیدم که یه نمیدونم سندرومه یا یه مشکل خونی و اینا چیه که بدن یا مثلا یه سندرومه یا اینکه بدن یه سی کم داره که دوست داری خون بخوری. می‌دونی چی میگم؟ اون خون خوردنه رو دوست داری و بعد از اینکه این مشکل رو داری. شاید اونطوری بوده، نمیدونم. در کل حالا به نظرم حتی خوناشامی تو قرار اول به کسی نگید خوناشامی. چه کاریه؟ چرا باید تو قرار بعد چرا میخوای به اون خون بدی بخوره؟ می‌دونی چیه؟ چه به اون میخوای بدی؟ خب اون که خوناشام نیست، اونو به حال خودش ول کن. تو خونتو یواشکی میخوردی، مثلا میریخت تو مشروبه. چی میدونم؟ مردم کارایی میکنن. واقعا دیگه حرفی ندارم برم. فقط بعد از خوندن اینا فکر کنم یه تایمی نخواد دلم دیت برم. خیلی ممنونم اگه ویدیو رو تا اینجا تماشا کردین. واقعا دستتون درد نکنه. لطفا لایک کنین، سابسکرایب کنین، کامنت بذارین و دیگه صحبت رو ادامه نمیدم. فهمت میگم که لایک، کامنت و سابتون خیلی به من کمک میکنه و همین دیگه. دوستتون دارم. بوس بهتون. خدافظ.